Ready? افشاگری رک و بی‌پروایی کرم بورسین از سریال‌های ترکیه خشم خیلی ها رو برانگیخته. با همدیگه این ویدیو رو ببینیم. با سلافی سودا همراه باشید. کرم بورسین این بازیگر خوش‌تیپ و توانا و البته متواضع که در عین بازیگری خوب جهانبینی خوبی هم داره. کرم به سبب شغل پدرش علاوه بر ترکیه تو کشورهای مختلفی زندگی کرده، مثل اندونزی، امارات، اسکاتلند و آمریکا. تحصیلات عالیه‌اش رو هم آمریکا گذرونده. حالا چرا گفتم جهانبینی خوبی داره؟ به خاطر اینکه طرفداران کرم بورسین یا حتی اونایی که خیلی هم کشته مردش نیستن اقرار میکنن که کرم شخصیت پخته‌ای داره و تو مصاحبه‌هایی که ازش میکنن اغلب شاهد کلمه فرهیخته کرم بورسین هستیم و یا تفکرات پخته و جالبی که در مورد عشق و روابط داره. ولی یه چیز جالب و عجیب این وسط هست، اونم عداوت و لجبازی رسانه‌های ترکیه با کرم بورسینه. یه موردش که همین اواخر اتفاق افتاده در ارتباط با فیلم جدید کرم هست، فیلم شمارک با ترجمه فارسی لوس که اقتباسی از یه فیلم روسی هست و به همین علت قبل از اکرانش در ترکیه تو روسیه اکران شده. این فیلم داستان پسری رو روایت میکنه که پدر پولداری داره و به همین سبب وقتش رو صرف خوشگذرونی افراطی میکنه، با نقش آفرینی کرم بورسین و نقش مقابلش ملیس سزن. فیلم تو روسیه با استقبال بی‌نظیری روبرو شده و گویا رکورد فروش رو شکسته و سایت‌های روسی آمار خوبی رو ازش ارائه کردن. اما در کمال تعجب رسانه‌های ترکیه به جای ابراز خوشحالی از موفقیت فیلم کرم بورسین اون رو به چالش کشیدن و گفتن باید بررسی بشه که آیا آمار سایت‌های روسی واقعی هست یا ساختگی و چه این اظهار نظرهایی باعث خشم طرفداران کرم بورسین شده و خیلی ها گفتن که حالا اگر چنین موفقیتی از آن بوراک özçivit بود حسابی راجع به اون مبالغه می‌کردین و همه جا پر می‌شد از این خبر. یه مسئله جالب هم اظهار نظر رک و بی‌پروای بورسین از نحوه ساخت و بی سر ته بودن سریال‌های ترکی هست. تو مصاحبه ویژه‌ای که چند وقت اخیر داشت در پاسخ به سوال کارشناس برنامه که پرسید چرا چند وقت تو تلویزیون نیستی، جواب داد تو سریال تلویزیونی بودن انتخاب سختیه، از این جهت که سناریوی سریال ها اصلا منطقی نیستن و اگر قراره یه سریال 70 یا 80 قسمت پیش بره امکان نداره بدون چرت و پرت ساختن بتونن یه پروژه رو انقدر کشش بدن. و خب با این اظهارات مشخصه که کرم با جهانی شدن فیلمهاش میخواد گزیده‌تر کار بکنه و فیلمنامه‌های خاصی رو فقط حاضر به همکاری هست. Yani artık bilmiyorum onun 60 bölüm görmesi, 80 bölüm görmesi saçmalamadan çok mümkün değil. یه مورد جالبی هم که پیش اومده و از نگاه مردم پنهان نمونده اینه که همزمان با اکران فیلم کرم بورسین تو ترکیه بوراک özçivit پستی رو منتشر کرده که نشون میده قراره در تاریخ 20 فوریه در کاخ کرملین روسیه ازش پذیرایی بشه و خب ناگفته پیداست انگار در بین بازیگران مطرح ترکیه در سکوت رقابتی شکل گرفته برای مطرح تر شدن و بستن قراردادهای بین المللی. یکی دیگه از دلایل محبوبیت کرم بورسین ادب و تواضعی هست که تو مراسم‌ها و گالای فیلم‌ها اغلب ازش مشاهده میشه. مثلا کرم حتی اگر نقش اصلی یه سریال یا فیلمی باشه که در اکثر مواقع اینجوریه، تو مراسم گالای اون فیلم با تواضع تمام در ردیف پشت وای میسته و اصطلاحاً خودش رو برتر از بقیه بازیگران نمیدونه یا حتی موقع مصاحبه اجازه میده اول دیگران صحبت بکنن. یکی از اتفاقات بدی که تو زندگی کرم افتاده از دست دادن نزدیکترین دوستش هست که مثل برادر بوده واسش. کرم با دوست مرحومش از بچگی با هم بزرگ شده بودن و حتی مهاجرتشون به کشورهای مختلف به اتفاق هم بوده. ولی متاسفانه مرگ دوستش باعث دگرگونی تو زندگی کرم میشه، طوری که تا مدت‌ها بعد از این اتفاق با کسی حرف نمیزنه. و جالب اینجاست که دقیقاً بعد از این فقدان تصمیم میگیره که آمریکا رو ترک بکنه و برگرده ترکیه و بره خدمت سربازی و بعدش سرنوشت میاد سراغش تا یکی از بهترین های ترکیه بشه. خب به انتهای این ویدیوی کوتاه رسیدیم. نظرتون در ارتباط با کرم بورسین چیه؟ حتما برامون بنویسید. متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. İlişkilerde kavgalar çıkar ve bağırırsın. O bağırma aslında kalplerin ne kadar uzaklaştığının simgesi. O yüzden bağırıyoruz ama çok da
o tutku varken, o sevgi varken ne olur aslında fısıldamaya başlıyorsun. What are you looking for in a woman? To be able to look into that person's eyes and just really know that, like, you know what? If I just want to go and be a carpenter or sell shoes on the street and like move somewhere, and that person's always going to be there.